پارلمان تاجیکستان مجلس عالی از دو مجلس عبارت است: مجلس نمایندگان و مجلس ملی. مجلس نمایندگان پلاته پایانی پارلمان 63 کرسی دارد. از این 22 کرسی را اعضای حزب‌های رسمی سیاسی که بیش از 5% آوازها را به دست می‌آورند اشغال می‌کنند. باقی 41 نفر وکیلان دیگر در حوزه‌های یک مندتی انتخاب می‌شوند. انتخابات وکیلان مجلس نمایندگان و اعضای مجلس ملی در 5 سال یک مرتبه دایر می شود. در تاجیکستان 7 حزب سیاسی رسمی ثبت نام شدند: حزب خلق دموکراتی، حزب اگراری، حزب اصلاحات اقتصادی، حزب سوسیالیستی، حزب کمونیستی، حزب دموکراتی، حزب سوسیال دموکراتی. کمیسیه مرکزی انتخابات و رایپرسی نامزدهای همه حزب‌ها را ثبت نام کرد، اما شماره نامزدهای حزب‌ها که رسما ثبت نام شدند از همدیگر فرق می‌کنند. حزب خلق دموکراتی 26 نامزد، حزب اگراری 13 نامزد، حزب اصلاحات اقتصادی 7 نامزد، حزب سوسیالیستی 5 نامزد، حزب کمونیستی هم 5 نامزد و حزب دموکراتی 4 نامزد، حزب سوسیال دموکراتی 5 نامزد. وکیل مجلس نمایندگان و یا مجلس ملی شخص انتخاب شده میتواند که سنش نه کمتر از 30 ساله باشد، تحصیلاتش عالی و زبان تاجیکی را داند. شخصی که بجز از شهروندی تاجیکستان شهروندی کشور دیگر را دارد، حق ندارد وکیل انتخاب شود. اهالی تاجیکستان بیش از 9 میلیون و 100 هزار نفر است و از این شماره 4 میلیون و 346 هزار و 415 نفر قابل رأی هستند. از زمان صاحب استقلال شدن تاجیکستان در سال 1991 در کشور 5 مرتبه انتخابات پارلمانی دایر شد. سازمان‌های بین المللی ناظر انتخابات از جمله دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق انسانی سازمان امنیت و همکاری در اروپا بار هم انتخابات‌های تاجیکستان را آزاد، دموکراتیک و مطابق با معیارهای بین المللی اعتراف نکردند.